السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستای عزیز، انشالله که خوب صحتمند و سرحال باشین. در این ویدیو براتون یاد میتونم چگونه برای خود اکانت پروفشنال بسازین. بسیار از افراد در تیک تاک وجود داره که ویدیو میمونه که براتون یاد میتونم چه قسمی برای خود اکانت پروفشنال بسازین، اما در آخر ویدیو میگه لایک و فالو بکنین، چیزی را یاد نمیتن. امروز براتون یاد میتونم از 0 تا 100 و براتون اکانت خودم نشان میتونم چگونه که از ما پروفشنال است و کشورم انگلستان چگونه میره ساختیم. خب دوستای عزیز، میریم طرف آموزش و همچنان دوستا به خاطر مایت از مک اکانتم جدید است و تازه فعالیت شروع کردیم، یک لایک بکنین، کامنت بانین و مرا فالو بکنین به خاطر آموزش های بیشتر. بریم طرف آموزش. خب دوستای عزیز و محترم، به خاطر موزیک اکانت بسازیم به تیک تاک نیاز داریم. تیک تاک ما در داخل کانال تلگرام قرار دادیم، برین از اینجا دانلود بکنین. وارد تیک تاک میشین و در قسمت پروفایل میزنین، بعدا در اینجا ساین اپ انتخاب میکنین و همچنان دوستا در اینجا بسیار متوجه باشین اما کانتری یا ریژن تانه تغییر بتین به یونایتد کینگدم یا انگلستان. بعد از اینکه مطمئن شین تغییر خورد، میین روی کانتینیو وید گوگل میزنین و از این قسمت همون جیمیل که میخواین رویش تیک تاک جور کنین انتخاب میکنین. بعد از این دوستای عزیز شما میایم و در اینجا سال و ماه و روز سوالاتتون انتخاب میکنین و روی نکست میزنین. در این صفحه هم برای خود همون نام تیک تاکتون انتخاب میکنین و بعدا روی کانتینیو میزنین. بعد از اینکه دوستا این خلاص شد، با می آسانی سادگی ظرف 1 دقیقه تیک تاک پروفشنال شما آماده شد. به خاطر چک کردن از روی پروفایل میزنین و روی این 3 خط میزنین، بعدا روی تیک تاک استودیو میزنین و میبینین که مانیتایزیشن و تمام تولز هایی که درآمدزایی میکنه فعال است. بعدا روی ستینگ و پرایوسی میزنین و میبینین که آیا کشور شما واقعا به انگلستان تغییر خورده یا نه. روی اکانت میزنین، روی اکانت انفورمیشن میزنین، بعدا دوستا روی اکانت ریژن میزنین و میبینین که یونایتد کینگدم یا کشور انگلستان برای شما ست شده یا تعیین شده. به خاطر حمایت از من لطف کرده چینل ما رو فالو کنین، ویدیو رو لایک بکنین و قسمت کامنت هم نظرات خود نوشته بکنین. تشکر.